چرا نیکولا تسلا انقدر به اعداد 3، 6 و 9 اهمیت میداد؟ اون یه بار گفته بود اگه این اعدادو بفهمید میتونید اسرار جهانو کشف کنید. برای درک این موضوع اول باید بدونیم ریاضی اختراع انسان نیست. ریاضی چیزیه که ما پیدا کردیم، نه ساخته‌ای که ما خلق کرده باشیم. ریاضی در واقع زبان و قوانین خود جهانه. تسلا یه چیز جالب کشف کرد. یک رو اگه 2 برابر کنیم میشه 2، 2 رو 2 برابر کنیم میشه 4، 4 رو 2 برابر کنیم 8، 8 رو 2 برابر کنیم 16، اگه رقم‌های 16 رو با هم جمع کنیم 6 به علاوه 1 میشه 7، 2 برابر 7 میشه 14، اگر رقم‌های 14 رو با هم جمع کنیم 4 به علاوه 1 میشه 5، 2 برابر 5 میشه 10، اگر رقم‌های 10 رو با هم جمع کنیم 1 به علاوه 0 میشه 1. این چرخه مدام تکرار میشه اما عدد 3، 6 یا 9 ظاهر نمیشن. حالا بیایم 3 رو امتحان کنیم. 3 رو 2 برابر کنیم میشه 6، 6 رو 2 برابر کنیم میشه 12، 12 یعنی 2 به علاوه 1 که میشه 3. این دو عدد 3 و 6 با هم توی چرخه تکراری و بی‌پایانن، اما 9 کاملا متفاوته. 9 بالاترین، مستقل‌ترین و قدرتمندترین عدده. انگار از یه بعد بالاتر میاد و جهان سه‌بعدی ما رو تحت تاثیر قرار میده. تسلا باور داشت که 3 و 6 مثل یین و یانگن، دو نیروی متضاد که جریان و تعادل جهان رو شکل میدن، و 9 نیروی فراتره که کل جهان رو زیر نظر داره و چرخه اون رو حفظ میکنه.